بخش دوم از فصل 5 سینماتیک اجسام صلب در صفحه. در این بخش به حل چند مثال در زمینه دوران میپردازیم. سال اول این بخش رو با هم بررسی میکنیم. میله خم شده‌ای حول یک محور ثابت در نقطه او میچرخد. سرعت و شتاب نقطه آ را تعیین کنید. این میله دارای سرعت زاویه‌ای اومگا برابر با 2 رادیان بر ثانیه پاد ساعتگر، یعنی با توجه به قاعده دست راست به سمت بیرون صفحه است. پس بردار اومگا سرعت زاویه‌ای برابر است با 2 کی هست در جهت محور Z و آلفا شتاب زاویه‌ای برابر با 5 رادیان بر مجذور ثانیه است و به صورت ساعتگرد. آلفا بردارش به این صورت به سمت داخل صفحه است به سمت پس آلفا به سمت با توجه به قاعده دست راست به سمت داخل صفحه است در جهت منفی محور Z. پس بردار آلفا برابر است با منفی 5. محورهای X و Y رو در مبدأش رو در نقطه O قرار میدن. آره، بردار موقعیت نقطه آ از این میله هست نسبت به مبدأ دستگاه مختصاتی که در نقطه او گذاشتم. میخوام موقعیت نقطه آ رو نسبت به مبدأ دستگاه مختصات به دست بیارم. این تیکه از میله نیم متره و با راستای قائم زاویه 15 درجه میسازه. این فاصله و این فاصله رو میتونم تعیین کنم. این فاصله برابر است با نیم کوسینوس 15 درجه و اینجا هم برابر با نیم سینوس 15 درجه است. قسمت بعدی میله 0.3 متره و با قسمت اول میله زاویه 120 درجه میسازه. من اگر بیام از اینجا از انتهای قسمت اول میله چنین راستایی رو تعیین کنم موازی با محور وای، این زاویه هم برابر با 15 درجه است طبق قضیه خطوط موازی موربی. اگر این راستا رو هم تعیین کنم با توجه به اینکه این دو راستا بر هم عمودن، پس جمع این زاویه هم برابر با 120 درجه است. پس 90 به علاوه 30 میشه 120. این زاویه برابر با 15 درجه است. پس این زاویه هم برابر 15 درجه است. قسمت دوم میله که 0.3 متر طول داره با راستای افقی زاویه 15 درجه میسازه. پس میتونم این فاصله و این فاصله رو مشخص کنم. این فاصله برابر است با 0.3 کوسینوس 15 درجه و این فاصله برابر است با 0.3 سینوس 15 درجه. حالا میتونم آره بردار موقعیت نقطه آ رو مشخص کنم. مؤلفه‌های آیوجه‌شو نقطه آ در راستای محور X موقعیتش برابر است با نیم سینوس 15 درجه به علاوه 0.3 کوسینوس 15 درجه. نیم سینوس 15 درجه به علاوه 0.3 کوسینوس 15 درجه در راستای بردار یکه آی به علاوه موقعیت نقطه آ نسبت به دستگاه مختصات در راستای وای برابر است با نیم کوسینوس 15 درجه به علاوه 0.3 سینوس 15 درجه. ولی خب چون به سمت پایینه در راستای منفی محور وای هست، مقدارش منفی نیم کوسینوس 15 درجه به علاوه 0.3 سینوس 15 درجه در راستای بردار یکه جی. آره رو به دست آوردیم. اگر این دوتا پرانتز رو محاسبه کنیم، آره به این صورت به دست میاد. برابر است با 419,000 آی منفی 56 جی
هم سرعت و شتاب نقطه آ رو به دست بیارم. ویا برابر است با از روش برداری استفاده می کنم. پس ویا برابر است با بردار اومگا سرعت زاویه‌ای رو دارم. بردار آرا موقعیت نقطه آ نسبت به او رو هم دارم. پس ویا برابر است با ضرب خارجی اومگا در آره آ. بردارهای سرعت زاویه‌ای و آره رو جایگذاری می‌کنم. برای محاسبه ضرب خارجی بردارهای یک از این روش استفاده می‌کنم. می‌دونیم که ضرب خارجی بردار یک کی در بردار یک آی برابر است با بردار یک جی و چون که در جهت پلش بوده ضرب بردارهای یک مثبت 2 در 419,000 ضرب خارجی K در I برابر با J میشه و ضرب خارجی K در J برابر با I میشه. ولی خب چون در خلاف جهت این پلش ضرب رو انجام دادیم منفی I هست. این جمله هم خودش منفی داره پس مثبت I میشه. مثبت 2 در 56 I. پس ویا بردار ویا رو به این صورت به دست میارم. 838,000 در راستای بردار یکی جی به علاوه 1.12 آی. میتونم شتاب نقطه آ رو هم به همین شکل محاسبه کنم. ای شتاب نقطه آ برابر است با آلفا کراس آر به علاوه اومگا کراس در پرانتز اومگا کراس آر. در جمله دوم اومگا کراس آر همون وی آ هست که در این قسمت محاسبه کردیم بر حسب مؤلفه های آی و جی. میام بردارهای آلفا و آره ها رو جایگذاری میکنم تا جمله اول رو به دست بیارم. آلفا بردار آلفا به این صورت منفی 5K ضرب خارجیش در آره هم 419,000 آی منهای 56 جی هست. به علاوه جمله دوم بردار اومگا رو دارم. بردار وی آ رو هم به دست آوردم جایگذاری میکنم. اومگا 2K ضرب خارجیش در وی آ که به این صورت به دست آوردیم 1.12 آی به علاوه 838,000 جی. ضرب خارجی بردار یکی کا در بردار یکی آی برابر با جی میشه. بردار یکی جی میشه. مثبت هم هست. داریم منفی 5 در 419,000 در جهت بردار یکی جی. ضرب خارجی بردار یکی کا در بردار یکی جی بردار یکی آی میشه و چون که در خلاف جهت این فلش اومدیم منفی آی هست. در اینجا منفی 5 داریم. در اینجا هم منفی 56,000 و در اینجا هم یک منفی داره. این منفی با این منفی میشه مثبت ولی ضرب خارجی بردار یکی کی در بردار یکی جی برابر با منفی آی هست. منفی 5 در 56 در جهت بردار یکی آی. برای جمله دوم هم به همین شکل میام ضرب خارجی رو انجام میدم. بردار یکی کا در ضرب خارجیش در بردار یکی آی جی میشه 2 در 1.12 ضرب خارجی بردار یکی کا در جی منفی آی میشه منفی 2 در 838,000 در آی. در آخر اگر جملاتی که آی دارن رو با هم جمع کنی و جملاتی که جی دارن رو با هم جمع کنیم به این صورت بردار شتاب رو بر حسب مؤلفه های آی و جی به دست میاریم. منفی 4 و 476,000 آی به علاوه 145,000 جی. سوال بعدی رو با هم بررسی میکنیم. نقطه آ از دیسک دایره‌ای در لحظه تی برابر با 0 در موقعیت زاویه‌ای تتا برابر با 0 قرار دارد. دیسک در
T برابر با 0 دارای سرعت زاویه‌ای اومگا 0 0.1 رادیان بر ثانیه است و متعاقباً شتاب زاویه‌ای ثابت آلفا برابر 2 رادیان بر مجذور ثانیه می‌گیرد. سرعت و شتاب نقطه آ را بر حسب مؤلفه‌های I و J در T برابر با 1 ثانیه به دست آورید. وقتی T برابر با 0 هست در لحظه شروع حرکت، تتا مساوی با 0. با توجه به شکل تتا از شعاع OA اندازه گیری شده. پس وقتی که تتا مساوی در زمان T برابر با 0 در این نقطه قرار داره، نقطه آ، و سرعت زاویه‌ای اولیه اون اومگا 0 برابر با 1/10 رادیان بر ثانیه هست. شتاب زاویه‌ای آلفا رو میگیره مساوی با 2 رادیان بر مجذور ثانیه. وقتی T برابر با 1 ثانیه میشه میخوایم ببینیم که نقطه آ چقدر جابجا شده و جابجایی زاویه‌ای اون رو به دست بیاریم. فرض میکنیم که در این موقعیت قرار گرفته. پس این یک مسئله هست که آلفا شتاب زاویه‌ای ثابته. من میتونم اومگا سرعت زاویه‌ای رو در T برابر با 1 ثانیه به دست بیارم. اگر آلفا ثابت باشه اومگا رو میتونم از این رابطه به دست بیارم. اومگا 0 و علاوه آلفا T. اومگا 0 رو میدونم 1/10 رادیان بر ثانیه هست. آلفا رو هم میدونم 2 رادیان بر مجذور ثانیه است به علاوه 2T. اومگا رو در T برابر با 1 ثانیه به دست میارم. به این رابطه به جای T زمان 1 ثانیه قرار میدم، پس 1/10 به علاوه 2 در 1 برابر میشه با 2.1 رادیان بر ثانیه. پس وقتی که زمان برابر با 1 ثانیه هست، اومگا سرعت زاویه‌ای برابر با 2.1 رادیان بر ثانیه هست. میتونم جابجایی زاویه‌ای رو هم به دست بیارم. میدونم که تتا برابر است با تتا 0 به علاوه اومگا 3 T به علاوه آلفا T2 دوم. وقتی که T برابر با 0 تتا 0 هم مساوی با 0، پس تتا 0 میشه. اومگا 0 رو داریم 1/10، پس 1/10 در T به علاوه آلفا هم برابر با 2 رادیان بر مجذور ثانیه هست. 2 در T2 تقسیم بر 2. پس تتا از این رابطه به دست میاد 1/10 T به علاوه T2. تتا وقتی که T برابر با 1 ثانیه هست و میخوام محاسبه کنم. توی این رابطه T رو 1 ثانیه قرار میدم. 1/10 در 1 به علاوه 1 به توان 2 حاصل میشه 1.1 رادیان. خب الان سرعت زاویه‌ای رو وقتی که زمان برابر با 1 ثانیه هست دارم. زاویه تتا رو هم دارم، جابجایی زاویه‌ای رو. اینجا این زاویه برابر با 1.1 رادیانه. میتونم اونو بر حسب درجه به دست بیارم. میدونم که 180 درجه برابر با پی رادیانه. 1.1 رادیان چند درجه میشه. این رابطه از این تناسب میتونم محاسبه کنم ببینم که 1.1 رادیان چند درجه هست. حاصل میشه تا تتا بزن. تتا بر حسب درجه برابر است با 1.1 رادیان در 180 درجه به روی پی. این اگر محاسبه کنید با ماشین حساب حاصل میشه 63.2 درجه. پس این زاویه برابر با 63.2 درجه هست. مبدأ دستگاه مختصات رو در نقطه O قرار میدم. محور X در این راستا و محور Y در این راستا. با توجه به شکل شعاع این دیسک برابر با 200 میلیمتر هست، یعنی 0.2 متر. میتونم
موقعیت نقطه آ رو توی این لحظه نسبت به مبدأ او به دست بیارم. در اینجا شکلش رو رسم کنم واضح تر. محور X و محور Y در T برابر با 1 ثانیه، این زاویه برابر با 63.2 درجه هست. شعاع هم برابر با 0.2 متره. میتونم آ رو به دست بیارم. موقعیت نقطه آ نسبت به مبدأ او برابر میشه با 0.2 کوسینوس 63.2 درجه در راستای بردار یکه آی و علاوه 0.2 سینوس 63.2 درجه در راستای بردار یکه جی. آ به دست میاد 91,000 آی به علاوه 178,000 جی. حالا میتونم سرعت نقطه آ رو توی این لحظه بر حسب مؤلفه‌های آی و جی حساب کنم. اومگا رو دارم. بردار اومگا توی این لحظه برابر است با 2.1 رادیان بر ثانیه. با توجه به جهت دوران به سمت بیرون صفحه است. پس در جهت مثبت محور زد هست. 2.1 کی رادیان بر ثانیه. حالا میتونم وی آ رو محاسبه کنم. آ رو دارم، اومگا رو دارم توی این لحظه. پس سرعت وی آ برابر است با اومگا کراس آ. پس وی آ برابر است با اومگا کراس آ. بردار سرعت زاویه‌ای و آ رو جایگذاری میکنم و ضرب خارجی رو انجام میدم. برای محاسبه ضرب خارجی بردارهای یکه به این روش عمل میکنم. آی، جی و کی جهت مثبت هم در این جهت هست. ضرب خارجی بردار یکه کی در بردار یکه آی برابر با بردار یکه جی میشه و مثبت هم هست. میگه در راستای فلشه. و ضرب خارجی بردار یکه کی در بردار یکه جی بردار یکه آی میشه ولی منفیه، چون که در خلاف جهت اون فلشه. این ضربار هم که انجام بدیم حاصل میشه 191,000 جی منهای 374,000 آی. شتاب نقطه آ رو هم به همین روش محاسبه میکنم، به روش برداری. میدونم که شتاب نقطه آ به این صورت به دست میاد. آلفا کراس آ. آلفا شتاب زاویه‌ای هست، بردار شتاب زاویه‌ای، و آ موقعیت نقطه آ نسبت به مبدأ او رو نشون میده. به علاوه اومگا کراس پرانتز اومگا کراس آ که پرانتز وی آ رو نشون میده که در اینجا محاسبه کردیم. بردارهای شتاب زاویه‌ای، سرعت زاویه‌ای آ و وی آ رو جایگذاری میکنم و ضرب خارجی رو انجام میدم. اگر این ضرب خارجی رو انجام بدم در جمله اول و جمله دوم، در آخر میتونم شتاب نقطه آ رو بر حسب مؤلفه‌های آی و جی به این صورت به دست بیارم. منفی 757,000 آی منهای 603,000 جی. سوال آخر این بخش رو با هم بررسی میکنیم. در زمان تی برابر با 3 بازو حول محور ثابت زد با سرعت زاویه‌ای اومگا برابر 200 رادیان بر ثانیه در جهت نشان داده شده میچرخد. در این لحظه شتاب زاویه‌ای کندشونده‌ای به آن وارد می شود و بازو در 10 ثانیه متوقف می شود. در چه زمانی شتاب ای زاویه 15 درجه با بازوی آبی می سازد؟ با توجه به شکل این بازو داره حول محور زد که از نقطه آ میگذره دوران حول محور ثابت انجام میده. اومگا 3 سرعت زاویه‌ای اولیه این بازو برابر با 200 رادیان بر ثانیه هست. شتاب زاویه‌ای کندشونده‌ای
به این بازو وارد میشه، میبینیم که جهت شتاب زاویه‌ای در خلاف جهت سرعت زاویه‌ای هست. سرعت زاویه‌ای ساعتگرد هست و شتاب زاویه‌ای آلفا پادساعتگرده. 10 ثانیه میگذره تا این بازو متوقف بشه، یعنی اومگا برابر با 0 باشه. با توجه به اینکه آلفا ثابته، پس میتونم این رابطه رو برای سرعت زاویه‌ای بر حسب زمان بنویسم. اومگا برابر است با اومگا 0 منهای آلفا تی. اون که شتاب زاویه‌ای کندشونده هست، در اینجا منفی گذاشتم. اومگا 0 200 رادیان بر ثانیه منهای آلفا تی. آلفا رو باید به دست بیاریم. در تی برابر با 10 ثانیه اومگا برابر با 0. اومگا برابر با اومگا برابر 200 منهای آلفا در 10 مساوی با 0 میشه. از اینجا میتونم آلفا رو به دست بیارم. آلفا شتاب زاویه‌ای 20 رادیان بر مجذور ثانیه هست. با توجه به شکل نقطه P و نقطه B در فاصله شایی مساوی نسبت به محور Z قرار گرفتن. فاصله شاییشون تا محور Z برابر 550 میلیمتر هست. اگر این بازو دوران کنه و در این موقعیت قرار بگیره، حول محور Z دوران کنه، فرض کنیم نقطه B هست. اگر عمود بر صفحه XY به بازو نگاه کنیم، اگر عمود بر صفحه XY به بازو نگاه کنیم، نقطه A و O رو هم قرار میگیرن. این بازوی AB هست. نقطه P و B هم رو هم قرار میگیرن. دیدیم که نقطه P و B در فاصله شایی یکسانی تا محور Z قرار دارن. پس مؤلفه های شتاب نقطه P یک مؤلفه عمود بر آبی داره، یک مؤلفه AT داره و یک مؤلفه AN، مؤلفه مماسی و مؤلفه نرمال شتاب. با توجه به اینکه آلفا شتاب زاویه‌ای پادساعتگرده، AT مؤلفه مماسی شتاب در این جهت عمود بر آبی و مؤلفه نرمال شتاب هم به سمت مرکز انحنای مسیر به سمت مرکز O هست. این طول برابر با 55 صدم متر. فاصله شایی نقطه P و B تا نقطه A و O. می‌دونیم که اندازه AT برابر است با R آلفا و اندازه AN مؤلفه نرمال شتاب برابر است با R اومگا 2. سوال گفته که شتاب نقطه P با بازوی آبی زاویه 15 درجه بسازه. پس AP مؤلفه هاست که در این راستا هستن. پس AP به این صورت بردارش باید با بازوی آبی زاویه 15 درجه بسازه. با توجه به شکل تانژانت 15 درجه برابر است با AT اندازه AT به اندازه AN. AT دیدیم که برابر با R آلفا بود. AN R اومگا 2. R به فاصله شایی نقطه P از محور Z هست، ساده میشه از صورت و مخرج. آلفا رو هم که دارم 20 رادیان بر مجذور ثانیه هست. از اینجا میتونم اومگا 2 رو به دست بیارم. اومگا 2 برابر با 74 و 76 صدم میشه. اومگا به دست میاد 8 و 639 هزارم رادیان بر ثانیه. یعنی در زمانی که شتاب نقطه P با بازوی آبی زاویه 15 درجه میسازه، سرعت زاویه‌ای این بازو برابر 8 و 300. یعنی زمانی که شتاب نقطه P با بازوی آبی زاویه 15 درجه میسازه، سرعت زاویه‌ای بازو برابر 8 و 639 هزارم رادیان بر ثانیه هست. باید زمانی که
سرعت زاویه‌ای برابر با این مقدار هست رو محاسبه کنیم. من از این رابطه استفاده میکنم. میدونم که اومگا برابر است با 200، اومگا 0 برابر با 200 رادیان بر ثانیه هست، منهای آلفا که 20 به دست آوردیم در تی. میخوام ببینم چه زمانی سرعت زاویه‌ای برابر با 8,639 هزارم رادیان بر ثانیه میشه. 8,639 هزارم رادیان بر ثانیه برابر با 200 منهای 20 تی هست. از اینجا میتونم زمان رو محاسبه کنم. تی به دست میاد 9.56 ثانیه. یعنی در زمان 9.56 ثانیه شتاب نقطه پی با بازوی آبی زاویه 15 درجه میسازه. 10 ثانیه طول میکشه تا این بازو متوقف بشه، اومگاش بشه 0 و در زمان 9.56 ثانیه شتابش با بازوی آبی زاویه 15 درجه میسازه.